توی جام جهانی 2026 پیرمردهای زیادی دارن توپ میزنن. شماره 6 لیست ما لیونل مسی افسانه‌ای هست که با 38 سال و 352 روز در رده 12ام مسن‌های جام قرار گرفت. شماره 5 مانوئل نویر از آلمان هست که با 40 سال و 76 روز در رتبه 6م مسن‌های جام قرار گرفت که قبلا هم خداحافظی کرده بود از تیم ملی، اما با درخششی که امسال داشت با دعوت مجدد کادر فنی دوباره به تیم ملی بازگشت. شماره 4 ادین ژکو از بوسنی با 40 سال و 86 روز هست که در رده 5 مسن‌های جام قرار گرفت. شماره 3 لیست ما لوکا مودریچ دوست داشتنی از کرواسی با 40 سال و 275 روز در رده 4 مسن‌های جام قرار گرفته که به احتمال زیاد آخرین جام جهانی هست که بازی میکنه. شماره 2 لیست ما کسی نیست جز پیرمرد تمام نشدنی پرتغال کریستیان رونالدو که با 40 سال و 126 روز در رده دوم مسن‌های جام 2026 قرار گرفت که البته اگه دروازه‌بانا رو حساب نکنیم رونالدو مسن‌ترین بازیکن تاریخ جام جهانی هم هست. و شماره 1 لیست ما دروازه‌بان دوم اسکاتلند هست که با 43 سال و 162 روز مسن‌ترین فرد این جامه.